با اعلان گردیدنی سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت که هدف چهارم استراتژی ملی محسوب می‌یابد در شهر و نواحی کشور تأسیس کارخانه‌های خرد و میانه استحصالی رو به افزایش دارد. الحال در حدود نویای 56 کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌نمایند که در آنها 10018 جای کاری برای اهالی تأسیس داده شده است. از حساب به فعالیت آغاز نمودن کارخانه و کارگاه‌های نو استحصالی در دوام 4 ماه سال 2025 حجم استحصال محصولات صنعتی زیاد گردیده در اکثر کارخانه و کارگاه‌های صنعتی نویه در برابر استحصالات اینچنین برای بهتر نمودن صفت و افزایش محصولات دستگاه و تجهیزات‌های نو وارد کرده شد. در نزد جمعیت سهامی کشاده خواجه مومن نویواسه که یکی از کلانترین کارخانه‌های صنعتی خوراکوری به حساب می‌رود، عین حال در یک روز 10 تن نمک کارکرد شده، از آن 2 نمود محصولات نمکی استحصال کرده می‌شود. با وارد شدن تجهیزات‌های نو زمانوی در کارخانه استحصال محصولات زیاد، جای‌های نو کاری مهیا گردیده، شرایط کار و استراحت کارگران باز هم خوبتر و بهتر می‌گردد. 4 سال می‌شود که در این سیخ وایسی سردار کار کرده ایستادم. در اینجا خیلی شرایط خوب میباشد. ما نمک رو با صفت علا بسته‌بند نموده به مزدوران پیشکش می‌نماییم. در یک روز ما 10 تا 15 تن نمک علا صفت رو بسته‌بند می‌نماییم. کارگران با شرایط نقص تامین میباشند. با مقصد تأسیس جای‌های نو کاری در دوام سال‌های اخیر در این کارخانه با جلب متخصصان ساحه سیخ نو استحصال خاک‌های جامعه‌شویی ساخته به استفاده داده شد که عین زمان زیاده از 40 نفر جوانان و زنان محلی به کار جلب گردیدند. محصولات استحصال نموده کارخانه در نقطه‌های سودای شهر و ناحیه‌های ولایت و بیرون از آن با نرخ‌های دسترس به ساکنان پیشکش می‌شود. از طرف ماموریت کارخانه به کارگران شرایط خوبی کاری و استراحتی فراهم آورده شده است. از جناب اولی خیلی مینداری بیان میکنیم که ما را زنهای خانشین برای جای کار تامین کرده شده. اویلکای خوب میگیریم، خاکای جامعه‌شویی، رخش، بلیزنه، فیری و اینجا صابون، عین صابون رو آورده استیم، پچاق که کرده استیم و به همه شرایطمون مهیا میکنن. در نویه وسیع با جلب صاحبکاران بهر آبادی کشور و مهیا نمودن شرایط آزاد فعالیت برای پیشنهاد لایحه‌های اینوستیسیونی جهت ساختمان کارخانه‌های خرد و میانه در اساس طلبات بازار مهنت کارخانه و کارگاه‌های صنعتی ساخته به استفاده می‌شوند که در نتیجه استحصال محصولات زیاد و شخصان بیکار به کار جلب می‌گردند. نظیر مهدی سفر از ضلع سعید برای برنامه اخبار از ناحیه وسیع.